صادرات، واژه‌ای که سالهاست ضامن حیات و ممات بسیاری از فعالین صنعت ساختمانه. اما چگونه؟ راهکارهای ورود به بازار صادراتی کشورهای حوزه MENA و یا همون کشورهای خاورمیانه که بازار بسیار رقابتی و در این حال تخصصی هست، در این دوره آموزشی به شما تدریس میشه. من سروناز شریفی هستم و بیش از 10 دهه در کشور قطر و دبی به فعالیت ساختمانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی مشغولم. تلاشم اینه در این دوره کاربردی آنچه که تجربه در این سالها به من آموخته رو در اختیار شما بگذارم. امیدوارم که این دوره راهگشایی باشه برای ورود شما فعالین صنعت ساختمان به عرصه بین‌الملل.